غلو آخوند رافضی در مورد علی رضی الله عنه. اگر کفر است اگر ایمان بگو فاش، که در روز قیامت جز علی نیست. علی آدم، علی شیث و علی نوح، که در اطوار خلقت جز علی نیست. علی شیث و علی موسی، علی عیسی، علی نوح، که در دور نبوت جز علی نیست. بینندگان گرامی، یکی از آفتهای بزرگی که اهل کتاب به آن مبتلا شدند غلو در دین بود. لذا الله متعال در قرآن امت اسلام را از غلو در دین صراحتاً بر حذر داشته و می‌فرماید: یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم. ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید. و پیامبرش را امر می کند به جهانیان بگوید من بشری مثل شما هستم. قل انما انا بشر مثلكم. ای پیامبر بگو من فقط بشری هستم مثل شما. آری، همه انبیا و اولیا بشر بودند که افتخار آنها بندگی الله عزوجل بود و هیچگاه غلو و افراط را در حق خود نمی پسندیدند و همان گونه که عیسی علیه السلام در روز قیامت از آنانی که او را می پرستند اعلان براءت می کند و می فرماید: ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم. من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم. به آنها گفتم الله را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست. علی رضی الله تعالی عنه نیز از آن شیعیانی که در حق وی غلو کردند اعلام براءت می کند. علی بنده‌ای بیش نبود که الله را می پرستید و به او بیم و امید داشت و خود را نه خدا می خواند و نمی پسندید در حق وی چنین غلوی شود و صفات الهی را به او نسبت دهند، بلکه از حرص شدید وی بر محافظت از یکتاپرستی و یا توحید چنان بود که هر شخصی در حق او غلو کرده را در آتش سوزاند. اگر امروز علی زنده بود یقیناً امثال این آخوند را همانند پیروان ابن سبع در عصر خود در آتش می سوزاند تا دیگر کسی جرأت نکند او را خدا بداند و صفات الهی را به او نسبت دهد.